مراحل آماده شدن این غذاییه که حالا اینجا بهتون نشون میدم نهاییش چیه. اینو میذارم بعد توی فر خیلی جالب به نظر میرسه. هم تو جلوتون اینو درست میکنم. این چیزی که الان آخرش میشه اینه سیبودر هم هستش. دیزاینش میکنه با لیمون و سس و روغن زیتون و اینو ترکیب فکر کنم بادمجون و پنیر. اینجا نوشته پنیر پارمزان، اگپلانت. خود می‌خواد سلامی ها. But can you put more salami, black topping, add extra? Or you cannot? It will be too much expensive. Okay. Normal. Yeah. من از زومش کردم قبل بود بکنم لیسته ها یه ذره کوچکتر میشه. اینم 34 درهم و این تازه بودن اینه نگاه کنیم. یه قسمتی دیگه از همون فروشگاهی بود که ویدیوی قبل معرفی کردیم. اینم جالبه. اینم پاستاهای دستسازه. این پاستاها رو فقط باید نمایش گذاشته. البته اینا رو شما پاستا رو سفارش میدید همینجور براتون این پاستا رو به صورت دستساز درست میکنه. اینم قیمتش برند پاستا فرسکا. این برند جالبیه.